خوش اومدی رفیق به یه ویدیو دیگه از من. ممنون که دنبال میکنی. اگه خوشت اومد از ویدیو لایک و سابسکرایب کنی ممنون میشم، باعث حمایت و گسترش این ویدیو که بقیه افرادم ببیننش، احتمالاً به درد خیلی بخوره. این سطح مخصوصه و با پیش‌فرض اینه که پلیر یه سطح متوسطی داره، یعنی از قبل کارتا رو تقریبا شناخته، تجربه کرده. من با بازی کردن اصلا قرار نیست بازی کنم، فقط میرم برای آموزش دادن این که چطور استراتژی بسازیم، یعنی با اون چیزایی که قبلا بازی کردیم و بلد بودیم استراتژی بسازیم. خب همونطور که میبینید چندین هیرو هست که بازم پلیر میشناستشون. استراتژی از اساس یعنی قرار دادن چندین کار کرد کنار هم به صورتی که همدیگر رو تکمیل کنن و یه چیز قدرتمندتری شکل بده. چند نوع هم هست. نوع شما فعلا کنترل و سرعت و چندین نوع هست دیگه، یعنی کمبو و ایناشو کار ندارم. فقط میخوایم بریم سر وقت اینکه چطور با چه در نظر گرفتن چه پارامترهایی میتونیم یه استراتژی واقعا کارآمد بسازیم که کنار هم دیگه اینا مکمل باشن. خب ادا رو انتخاب کردم، پس طبیعتا باید یه سری کارتایی رو کنار هم بذاریم که مرتبط باشن با این قدرت ابیلیتی و هیرو. یه دونه اضافه میکنه. خب من قصد دارم حدودا یه ترکیبی بسازم که فقط مبنا، ببینید هر کسی یه استراتژی یه مبنایی باید داشته باشه. یعنی شما نمیشه توی یه استراتژی بخوای هم سرعتی هدفت این باشه که کارتات سریع بزنن هیروی طرف مقابل رو، هم بخوای بیای مثلا یه سری کارتایی رو بیاری که اونا اصلا ربطی به سرعت ندارن، یعنی قوی هستن از نظر قدرت و ایناشون اما چندان به سرعت کمک نمیکنن. اگه مبنامون سرعت باشه، که حالا اینجا مبنا قدرت بالای کارت هاست. ببینید این رو که گذاشتیم، این به همه در کنار هیرو یه قدرتی اضافه میکنه. خیلی چیز جالبیه. این هم که میگه پلی after you play، یعنی سامان. این چیزایی که سامان دارن اصلا به درد نمیخوره، باید پلی داده بشن کارتامون. پس چه کاری میکنیم؟ ما اونهایی رو که با اومدنشون یک قدرت بهشون اضافه میشه یا یک قدرت به سایرین اضافه میکنند رو کنار هم دیگه میذاریم. ایشون اسفلش کار آمده، ایشون بعد اضافه شدن قدرت یه قدرتی میده. این رو هم میذاریم چون اون اسپل به تنهایی سبک میکنه به نوعی ترکیب ما رو و باعث میشه کارت کم بیاریم، باعث میشه کارتمون کم بشه. ایشون هم که خب کلا میگه من یه قدرت اضافه میکنم. یعنی هر چیزی که من استفاده کردم متال و ارت مرتبط بوده با افزایش قدرت یا کمک میکرده بهش. یعنی نیومدم مثلا اینو بذارم که میگه اتچ فیت هم بد نیست اما نمیخوره به منطق این ترکیب. مثلا جداست، کار کرده جدایی داره. ما نباید هر چی خوشگل بود صورتش یا خوشمون میومد از اون کارت یه بار باهاش برد گرفته بودیم یا به هر دلیلی که جدا از این منطق مبنا هست رو بیاریم بذاریم تو ترکیب. نه، فقط و فقط چیزی که با قدرت گرفتن کمک میکنه. مثلا این رو واسه چی بذاریم؟ خودش هم یه چیز مزخرف ضعیفی ساختن که واقعا رو مخیه. حتی اینو نمیدونم، هرچند قدرتش بالاست اما به قدرت کمک نمیکنه. ما اینجا مبنامون اینه که هر چیزی که به قدرت کمک نمیکنه رو آقا نمیذاریم. با قدرت گرفتنش کارکردی نشون نمیده رو نمیذاریم. ایشون قدرت اضافه میکنه که مطمئنا خیلی به کار میاد. باز ایشون یه المنت، ببینید یه مبنای دیگه هم اینجا اگه دقت کنید شکل گرفت. اکثر اون چیزایی که قبلا به قدرت کمک میکردن یا ارتن یا متال. ارت و متال جفتشون داریم. حالا این به یه المنت که ارت باشه یا متال رو زمینه قدرت اضافه میکنه. طبیعتا چیز جالبی باید باشه. ایشون هم میذارم این برای وسط های بازی. ببینید دقت کنید همه چیزم طوری نیستش که هرچند دارم وسوسه میشم اینو بذارم، ولی نه، همه چیزم طوری نیستش که بخواد چطور بگم اول بازی کارآمد باشه. باید دقت کنید چی رو اول، مثلا اینو اصلا اول بازی نه تو دستتون بیارید نه توی اسحت اومد به دستتون از داخل ترکیب استفادهش کنید. حداقل به نظر من 5 مانا اینا لازم داره، این که بتونه یه کارکردی نشون بده. بندازیدش رو زمین کلا یه کارت سوخته ای میشه. حریفم معمولا اگه امکانش رو داشته باشه خیلی سریع میزنه کار این رو یک سره میکنه. ببینید هر چیزی که من میذارم این وسط میتونه به قدرت کارتای ما اضافه تر کنه. همشون یا وام پاور یا اسپلی دارن روش یا کار کردی. این مثلا که گذاشتم به اون گاردا یه هیلو یه قدرت اضافه میکنه، اون چیزایی که گارد دارن. ایشون هم بلش نیستش.
هرچند اونقدر هم قابل اتکا نیست، اما خب ما میذاریمش به خودی خود نمیتونه بازی در بیاره. ایشون هم همینجوره، اینسپایر اسپل گین 2 تا قدرت اضافه میکنه که خب مکمل سایرین میشه دیگه، به نوعی سایرین رو تکمیل میکنه. ایشون هم میذاریم. این هل اضافه میکنه، به نظرم بیشتر برای مبنایی که اون ویزدوم به این هیله با هیله بالا دمیج بالاتر میده، واسه اونا شاید حالا بهتر باشه. ایشون هم میذاریم، این رو هم میذاریم. نهایتا میرسیم به اینجا. میخوام یه تصویر کلی رو آخر سر نشونتون بدم که بفهمید چی میشه قضیه آخر کار. شغلاتم سنگین شده، من دلیلت نداره. اینو حذف میکنم. یه مقدار خانه‌ای خیلی کمی داره، خانه‌ای داره ولی کم. دقت هم کنید بهتره توی اون جاهایی که مثل ویزدام و یه سری جاهای دیگه ماناتون سری بالا نمیره، بهتره 1 و 2 تون اون کارتای 1 و 2 مانایی که میخوان بیشتر از بقیه بذارید. یه چند تایی حداقل بیشتر بذارید که شانس اینکه به دستتون بیان بیشتر باشن. اول بازی لنگ کارت نمونید دیگه. ما چون میخواییم یه چیز نسبتاً بلند مدت رو پیش ببریم، پس اینا رو هم میاریم میذاریم داخل. یکیشو حذف میکنم، دیستروی تارگت نمی آلی نه چندان اینم هیل میده، بازم چندان مناسب نیست. هرچند ایشونم کارت میاره، اما بعد آخر کارت خیلی کم میاد با این استراتژی، پس میذارم. این کارت هم همونطوره، اگه خونده باشید میدونید چه قدرت تخریب وحشتناک بالایی داره. یه دونه هم از این آخری رو انتخاب کنن. ایشون به اونایی که رو زمین و ترکیبن میده، ولی این به لحاظ قدرت خیلی بالاتره اون هستش. این هم چون فقط به گاردها قدرت میده، به درد استراتژی ما چندان نمیخوره. ما بس نداریم گارد بازی کنیم، مخصوصه مثلا فقط گاردا باشه چرت میشه. خب ببینید اینو از اولش تا آخرش یه مقدار درسته، این اولیاش و ایناش 1 و مانع 1 و اینا کم شده تعدادش، اما کلیتا فقط خواستم یه استراتژی سازگار بسازم، حالا که به لحاظ منطق هیچ تضادی توش نباشه، یعنی همشون همدیگر رو کامل کنن، کارکردهای همشون به کمک هم بیاد و همدیگر رو کامل کنه. پس این رو گذاشتیم که بعد بازی کردن یه دونه میده، خودش یه قدرت میگیره بعد یه راند. اینم همونطور، فقط خواستم که یه مجموعه ای رو جمع کنم کنار هم که فقط صرفا با قدرت بالاتر و اضافه تر شدن قدرت یکدیگر رو کامل کنن. پس نتیجتا چیزای درستی قرار دادیم که میبینید دیگه، همشون هم یه پاور مثبت 1 پاور، هر چیزی یا این مثبت 2 پاور که خب بقیه اگه مثلا این کارت تو زمین باشه خیلی کمک میکنه، یا این کارت تو زمین باشه بهش خیلی کمک میکنه. و شما باید کارتایی رو که حالا توی استراتژی‌های مبانی دیگه میشه کارتایی رو که مثل اینجا مرتبطن با اون منطقه برید بگردید نگاه کنید پیدا کنید. الان من بداهه همینجوری با اون شناختی که از کارتو داشتم یه چیزی ساختم که صرفا مبناش قدرت بالاتره. احتمالاً این سطح رو که آموزش دادیم، پس من ویدیوی بعدی آموزش این رو بدم که چطور مثلا توی استراتژی کنترل یه استراتژی کارآمدتری بسازیم، اینجا چطور کمبوهای قوی تری بزنیم. اینا رو من چیز میکنم آموزش میدم، ولی فعلا فقط صرفا استراتژی سازگاری بود که خب کارتای سازگار با هم دیگر رو جمع کردم کنار هم که همشون هم میبینید دیگه به قدرت دادن و قدرت این رو حالا
حذف میکنم و یه چیز جالب ناشتری میذارم که کار هم نیدارش. چیز جالبی هم شده، احتمالاً یه کمی بالانسش کنم، خودم باش بازی کنم تا ببینم چطور میشه. اما واسه سطح پایین همین چیزی که ساختم هم واقعا جوابگوه. یعنی حالا این رو حذف کنیم و اینو بذاریم که دیگه هیچی جوابگو هستش این ترکیب واسه سطح نسبتا تا حداقل به نظر من پراپ هت. من حتی توی گرند ویور هم با این بازی کردم، برد گرفتم، اوکیه، یه چیزی شبیه به این بود باش بازی می‌کردم. البته به طور کلی پس مشخص شد و ممنونم. اگه خوشتون اومدش سابسکرایب و لایک و کامنت بذارید و به دوستاتون هم معرفی کنید کانال ما رو. کانال تلگرام من رو هم اگه از یوتیوب میبینید یادتون نره به همین اسم کانال یوتیوب، حالا آدرسش هم میذارم زیر. موفق باشید.